خب سلام عرض میکنم حضور همه عزیزان بیننده در سراسر این کره خاکی. باور کنید من الان 2-3 دقیقه از محو تماشای اون زیبایی هایی شدم که شما برای ما ایمیل کردید. دستتون درد نکنه. پنجره های زیبا همراه با گل و گیاه نشاط آور است. دلم میخواد همه عزیزانی که به این برنامه نگاه میکنن و دوستش دارن همشون سبز باشن و تمام جاهایی که در واقع میشه گل گذاشت، کنار پنجره ها، توی حیاط، بالکن، هر تراس، هر جایی که میشه و دیگه گلدون گذاشت اونجا رو با گل و گیاه تزیین بکنید. واقعا دستتون در نکنه، زحمت کشید. خیلی متشکرم. من فکر میکردم فقط ما بلدیم باغبونی بکنیم. نه، شما هم خیلی خوب الحق و الانصاف باغبونی میکنید. روی دست ما رفتید. به هر صورت خیلی ممنونم. من بپردازم به ایمیل هایی که شما بزرگواری فرمودید برای ما ارسال کردید و سوال پرسیدید. اولین سوال از خانم مریم شهریاری فرمودن راجع بنفشه آفریقایی بگم. البته 5 تا سوال کردم، من سعی میکنم همه رو جواب بدم. اولین سوال فرمودید که خاک مناسب برای بنفشه آفریقایی چیه و دومین سوال، حالا یکی که جواب بدم. خاک مناسب برای بنفشه آفریقایی همون پیتماس هست. شما به هر گل فروشی که مراجعه بفرمایید و سوال کنید بهتون میدن. پیتماس همراه با 30% پرلیت. پیتماس و پرلیت رو با هم قاطی بکنید به نسبت 70-30 بهترین بستر خاکیست برای بنفشه آفریقایی. سوال دوم خانم مریم شهریاری فرمودن که من وقتی که این گل رو خریدم و بردم خونه گل داشت، الان دیگه گل نمیده، چه کار کنم؟ گله‌مندم که چه کار کنم؟ دوست عزیز خانم شهریاری، هر گیاهی که توجه شما نکنید و اون رو به خونه ببرید که دیگه این که گیاه مصنوعی نیست که گل بده، بایستی شرایط لازم رو براش به وجود بیاره. من شرایط رو میگم، بعد شما توجه بفرمایید و انشالله اون هم گل بده و شما خوشحال بشید. گفتن که خودشم گفتن شرایط مناسب برای بنفشه آفریقایی چیه؟ رطوبت کافی، یعنی بین 40 تا 60% رطوبت خیلی خوبه. هفته 2 بار با آب ولرم از زیر بشقابش زیر گلدونش آب بدید و خاکش بایستی pH معادل 4 تا 6 داشته باشه، یعنی شما باید خاک اسیدی داشته باشید. خود شما فرمودید که چه خاکی؟ من گفتم خاک پیتماس. اما خاک پیتماس وقتی بهش آب داده بشه بعد از یک مدتی این یا قلیایی میشه یا اسیدی میشه. ما بایستی خاکمون اسیدی نگه داریم، رطوبت کافی باشه، نور کافی باشه و عشق داشته باشید به گلها تا بتونه برای شما گل بدن. و فرمودید که سوال چهارم چگونه میشه ما این بنفشه رو تکثیر بکنیم و سریع تکثیر بکنیم. شما خیلی عجله نکنید. شما اگر یک برگ رو با دنبرگش کات بکنید قریب و توی یک گلدون کوچولو با اون خاکی که عرض کردم قرار بدید، بعد از 1-2 ماه شاهد یک گیاه بسیار زیبا میشید که گلم انشالله میدهد. و بعد سوال آخر شما که همش هم تقریبا یک جوره فرمودید که پرورش بنفشه آفریقایی در آب هوایی مثل آب هوای تهران چگونه است؟ تهران هواش خیلی خشکه. خب اگر ما اون رطوبت لازم رو به وجود بیاریم میتونیم بنفشه آفریقایی خیلی خوبی رو پرورش بدیم. سوال بعدی خانم احمدی از کجا نمیدانم فرمودن که گل آپارتمانی دارم که برگ‌های آن یک ماده چسبناکی اطراف گلدون رو گرفته و گیاه رو دچار مشکل کرده. چی کار بکنیم با این آفت؟ این آفت دوست عزیز اصلک بهش گفته میشه، یعنی چسبناک. بعد از این که شتها رفتن سراغ گیاه و بیمارش کردن، که من همیشه نفرین کردم برای این شتها، شما نفرین بکنید، این به اصطلاح چسبناکی به وجود میاد که نشون میده گیاه شما بیمار شده و بعد از اون شتها اصلک وجود اومده. شما از سم دیازینون یا سم مالاتیون اگر با دوز معین، چون روی اون قوطی سم نوشته شده با چه دوزی استفاده بفرمایید، با آب قاطی بکنید، 1-2 بار اگر استفاده بشه انشالله
اون مشکل شما هم حل میشه. و اما سوالای بعد که خانم سارا از آمستردام فرمودن که گلدان لیندا دارند، دو رنگ شده، یعنی قسمت رأس آن کم رنگ و مابقی برگ‌ها سبز تیره هستند. چرا؟ ببینید همه گیاها با ما حرف میزنند، من جمله همین لیندایی که شما میفرمایید. لیندا گیاهی است که اگر کم نوری بهش برسه، در محیط کم نور باشه، رأس گیاه رنگ به اصطلاح کرم و سفید میشه و باقی قسمت ها رنگ سبز. این نشانه کمبود نور هست در محیط. اگر نور کافی، یعنی بیشترین نور ممکنه در یک محیط مسقف رو اگر برای این گیاه قائل بشید، این گیاه دچار این مشکل نمیشه. و خانم حاتمی از سوئد فرمودن که من یک درخت زرد آلو کاشتم و 2 سال بعد میوه زرد آلو به بار آمد و بار خوبی هم بود. برف زیادی با آمد و قسمتی از درخت شکست. خب شکست و بعد امسال همان درخت آلو سیاه داده است. چرا؟ خیلی سوال خوبیه برای من اما سخته. خب دوست عزیز، ما برای اینکه زرد آلو میوه خوبی بدهد روی پایه آلو سیاه پیوند میزنیم. این یه چیز طبیعی است. وقتی که گیاه شما شکسته شده، قسمت به اصطلاح اون قسمت که پیوند شده از بین رفته، ولی اون گیاه چون شما رو دوست داشته شروع کرده به میوه اصلی خودش دادن. یعنی از قسمت پیوند شکسته شده، زرد رو دیگه نمیده به شما، همون آلو رو میده. خدا برکت بده، دستم در نکنه و خوشحال باشید، نگران نباشید و اینجا معجزه هم نشده، اینجوریه. خب و اما سوال بعدی، سوال زیاده. آقای مهندس، آقای مهدی دهقانی، ببخشید از کجا نمیدونم، فرمودن که روی گلهای حسن یوسف سفید شده و تیکه های مثل پنبه چسبناک اونجا قرار داره. این سوالا زیاده، من در جاهایی که بازم میرم سر کلاسم یا جای دیگه جواب میدم، چون خیلی جواب میدم فکر میکنم همه مردم بلدن. البته بلد هستید ها، ولی فراموش میکنید که من گفتم. اون بهش میگن شپشک آرد آلوده، یعنی شپشکی که به آرد آلوده شده. مثل این میمونه که یه تیکه پنبه چسبناک روی گیاه شما بچسبونید و خیلی راحت شما اگر خواستید با سموم غیر ارگانیک استفاده کنید، همون سمی که عرض کردم برای همین خانم، مالاتیون، دیازینون، اکامت، متاسیستوکس و امثال هم به کار بگیرید با دوز معین. انشالله این مشکل شما هم حل میشه. اگه نخواستید یک مقدار گیاه خرزره رو توی آب بجوشونید، سردش بکنید، 2 تا قاشق هم سرکه ایرانی بریزید داخلش و بعد بپاشید روی گیاه، انشالله مشکل هم حل میشه. خب به من گفته شده کم عینکو بذار وردار، اما چاره ندارم، چشم مشکل داره دوستان. خب سوال بعدی خانم نوجان که اسمش آشناست برای من، آقا یا خانم نوجان نمیدونم، نوجان اسم خانم اسم آقاست، خانم هستن بله، از ترکیه. گفتن فلانی یعنی بهادری، شما طرز به اصطلاح کاشتن جعفری رو آموزش بده و بگو آلوورا چگونه میکارن. دوست عزیز، آلوورا، اول آلوورا رو بگم، کاشتنش با بذره، اما راستیتش اینه که شما نمیتونید این کارو بکنید، چون توی خونه ها با بذر نمیشه آلوورا رو کاشت، کار سختی. شما اگر یک آلوورا بخرید، به زبان یه خود سود بکنید دیگه، ما باغبونا بخرید و بعد رو تو خونه ببرید، میتوانید بعد از اینکه بالغ شد یکی از برگاشو کات بکنید، ببرید، بعد 2 هفته همینجور بزنید یک کناری که آفتابم نخوره، جایی که سایه باشه، و اون برگو توی خاک مخصوص خودش بگذارید. بعد یه مدت کوتاهی یک گلدون پر از آلوورا انشالله نصیبتون خواهد شد. و اما جعفری چگونه بکنیم؟ خیلی راحته. بعض جعفری رو بگیرید، یک شب توی آب خیسش بکنید و بعد این رو توی بعدی که روی روزنامه قدیمی یا پارچه پهنش بکنید و بعد موقعی که دست دادین به بذرها و به دستتون نچسبید، اون بذر رو
بپاشید روی خاک، یه لایه نازک خاک هم روش بپاشید که گنجشک‌ها نبرن یا باد حرکتش ندهد و بعد بهش آب بدید. وقتی آب دادید بعد اگه جاش گرم باشه و نور داشته باشه بعد از 1 هفته سبز بکنه، بعد از 1 ماه و نیم هم انشالله نوش جان بفرمایید. میگن زمان نداریم. من خواستم راجع به این گیاه صحبت کنم که گویا زمانی است. انشالله در فرصت بعدی من راجع به این گیاه بسیار زیبا که نامش هست شام اودورا صحبت خواهم کرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که روز شب خوبی داشته باشید.